الان یک با همین خوراکی روز مدرسه بهتون نشون بدم. دو تا از این ساندویچ برمی‌دارم که مورد علاقه ترینمه و بدون نوشابه نمیشه. دومین خوراکی که برمی‌دارم بستنی خشکه که از آقای خوش میگیرم که امروز پای ثابت خوراکیامه. اینم پاسی پفکیاشونه که هر موقعی منم مدرسه سرش دعوا میشه. میوه برمی‌دارم که اگه سر کلاس طفل معمول ظرف کردم میوه بخورم. شکلات داغ برمی‌دارم 4 تا که با دوستام بخورم. و چون ماگم با جوش می‌ذارم و یه کوچولو کیک و پفک و اینا برمی‌دارم. یک کلام غذا برمی‌دارم و چون دیدم شده و چیز دیگه نتونستم بردارم همین دیگه. مرسی. کاش با خودت 2 تا کتابم برده بودی مدرسه. حالا شاید احتمالش رسید و خواستی درس بخونی. والا به خدا تازه دیرش شده بود. دیرش نشده بود چی کار میکرد؟ الان دیرش شده بود هیچی نتونست ببره. اینه ما میرفتیم اردو انقدر خوراکی نمیبردیم. یه نون پنیر برای ما میگرفتن، انقدر قطر نون بود انقدر پنیر داشت. بعد برمیرفتی یه گوشه مینشستی میخوردیش که بقیه بهش حمله نکنه. بعد این دیرش هم شده بود. کیفت جا داشت برای کتاب؟ جا داشت؟